از دومین سخنرانی از سلسله سخنرانی‌های سمپوزیوم‌های آنتروپوس، مؤسسه آنتروپوس، ایده اولیش در تابستان 2023 شکل گرفته. در تابستان 2024 رجیستر شده به عنوان یک مؤسسه فدرال. ما تا الان چند تا ورکشاپ داشتیم، سخنرانی داشتیم. امشب در خدمت آقای دکتر قاضیان هستیم. نیاز به معرفی ندارن ایشون، فکر میکنم همه میشناسینشون. جامعه شناس ایرانی مقیم واشنگتن هستن و برای من جالب بود که چجوری ایشون رو معرفی کنم. فکر کردم که یه بافتاری بدم به صحبت امشب که توجه شما رو جلب کنم به اینکه آقای دکتر 3 سال زندانی بودن و انفرادی بوده زندانی شد، مخصوصا سال اول که کاملا ایزوله بودن. و برای من خیلی جالبه که ایشون این رنج فردی رو به کار بزرگ تبدیل کردن، به کار اجتماعی تبدیل کردن، به جایی که به تکانشگری بپردازن به کنشگری اجتماعی پرداختن. و شما سخنرانی امشب رو خواهید دید که اصلا عنوانش چرا گفتگو سخت شده. من فکر میکنم بخشش برمیگرده به تجربه زنده ایشون از اون روزها به همینجور فضای کلاب هاست که ایشون هستند، توی روزنامه ها، توی کتاب هایی که از ایشون ما دیدیم، صحبت های مختلف. من فکر میکنم امشب هم جدا نیست از روندی که ایشون تا الان تشریف آوردن و پیش رفتن. 45 دقیقه ایشون سخنرانی میکنن، بعد 45 دقیقه هم شما صحبت میکنید، سوالی داشتید. آقای دکتر خوشحال میشن، ما خوشحال میشیم که سوالاتون رو جمع کنیم و ایشون پاسخ بدن و ممنون میشم که موبایل ها هم کم کم آف بشه که توی ضبط اختلال ایجاد نشه. ممنون از شما. آقای دکتر بفرمایید. خب خیلی ممنون از معرفی و خیلی ممنون از دعوت و همینطور خیلی ممنون از حضور شما در اینجا برای بحث در مورد اینکه گفتگو سخت شده. من نمیدونم آیا صدا به انتها میرسه یا نه. بسیار چشم، سعی میکنم بلندتر صحبت کنم، ولی اون وقت آخرش که برسیم ممکنه من دیگه انرژیم صفر بشه و آخرش رو که باید نتیجه بگیریم متوجه نشد. ولی چشم، سعی میکنم که بلندتر صحبت کنم. بذارید اگر اجازه بدید یک راست بریم سر اصل موضوع و من به حواشی ماجرا نپردازم. امروز میخوایم در مورد این حرف بزنیم که چرا گفتگو بین ما سخت شده و خب ممکنه عده‌ای از ما چنین باوری نداشته باشیم. من داشتم فکر میکردم به این که بیاید یه بار مرور کنیم مثلا 3-4 سال اخیر زندگی خودمون رو، ببینیم آیا در این 3-4 سال ما با چند نفر از دوستان قدیمیمون احتمالاً یا اعضای خانواده دچار اختلافات شدید شدیم سر موضوعات مختلف، به ویژه در مورد مسائل سیاسی، اتفاقاتی که رخ داده، حرفایی که با هم زدیم، جاهایی که از هم جدا شدیم، فکر کردیم اون یه جور دیگه داره فکر میکنه، من یه جور دیگه دارم فکر میکنم، اصلا با هم آبمون توی جوب نمیره. اگر فکر میکنم مروری بکنیم با من موافق خواهید بود که در این دوره ما تعدادی از رابطه‌هامون قطع شده، تعدادی از رابطه‌هامون دچار اختلال شده، با آدم‌ها دچار اختلافات جدی شدیم که هیچ وقت شاید باور نمی‌کردیم. و اگر چنین تجربه نداشتید، غیر از این که احتمالاً آدم خوشبختی هستید، ولی این احتمالاً بدید که در آینده در انتظار چنین واقعه‌هایی باید باشید، چون ما در زمینه و زمانه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که بیش یا کم در این وضعیت قرار خواهیم گرفت و اتفاقا این وضعیتی است که گفتگو رو سخت کرده. حالا ممکنه ما فکر کنیم که خب این وضعیت جدیداً پیدا شده، ولی حقیقت اینه که گفتگو همیشه سخت بوده، چیزی نیست که امروزه پیش آمده باشه. امروزه بیشتر به چشم ما میاد و چون شدت این فاصله هم زیاد شده ما بیشتر احساسش میکنیم و الا پیشتر همین فاصله ها بوده، خصوصا مثلا بین نسل ها. همیشه این صحبت بوده که بچه ها مثلا حرف بزرگترها رو متوجه نمیشن یا بزرگترها حرفای بچه ها رو متوجه نمیشن. تقریبا تو همه نسل ها ما چنین شکافایی رو میبینیم. بنابراین در گذشته هم فاصله بین نسلی بوده، بنابراین گفتگوی مثلا بین نسل ها سخت‌تر بوده. یا حتی وقتی زندگی ها شکل امروزی و شهری پیدا نکرده بود و حالت قبیله‌ای داشت، خب اون موقع هم بین قبایل
گفتگو سخت بوده، چون دو تا مجموعه جدا از هم با تجربیات و زندگی‌های متفاوت، ایده ها و اندیشه ها و منافع مختلف و بنابراین زبان متفاوتی برای گفتن اون منافع و اینا بودن، بنابراین گفتگو بین اونها هم سخت بوده. اما در روزگار ما این گفتگو سخت‌تر شده به دلایل بسیار زیادی. من سعی می‌کنم اینجا به 5-6 دلیل مهم این که چرا امروز گفتگو برای ما سخت‌تر شده اشاره بکنم. طبیعی است که نمی‌رسیم در این فرصت کوتاه همه این موارد رو پوشش بدیم و بهش بپردازیم، ولی من سعی می‌کنم یه تصویر کلی بدم و بعد ما توی گفتگوهایی که با هم خواهیم داشت می‌تونیم وارد جزئیات بیشتری بشیم و ببینیم که چطور میشه در مورد این علت‌ها صحبت کرد و اگر رسیدیم میشه در مورد برخی از راه‌های احتمالی خروج از این وضعیتی که همه باش دست به گریبان هستیم هم صحبت بکنیم. اما بپردازیم به اولین موضوع و این که من گفتم که پیشتر هم برای ما این موضوع مشکل بوده و هنوز هم هست. این موضوعی که میخوام بگم که پیشتر بوده، غیر از این شواهدی که آوردم از مثلا فاصله بین نسل‌ها، اساسش برمیگرده به ساختار مغزی عصبی ما و وضعیت تکاملی که ما داشتیم که ما برای بقا مغزمون به شیوهی عمل میکنه که همیشه با یک نوع به اصطلاح اوریبی یا سوگیری شناختی روبروست. ما درکمون از جهان، آدم‌ها، اطرافمون، پیرامونمون همیشه با یک نوع سوگیری همراهه. من روی 2 تا سوگیری اینجا میخوام تاکید کنم و بگم که در گذشته بوده، به دلیل اینکه ما انسانی و این ساختار مغزی و تکاملی رو با خودمون حمل کردیم همیشه و امروزه به دلایل بیرون از ساختار مغزی ما این وضعیت تشدید شده. یکی از این سوگیری ها سوگیری تاییدیه، یعنی ما اغلب دوست داریم اون چیزهایی که ایده ما رو تایید میکنه رو راحت تر بپذیریم تا اون چیزهایی که ایده ها، افکار، اندیشه های ما رو رد میکنه. یه ایده دیگه یا اندیشه دیگه که برمیگرده به همین سوگیری شناختی اینه که ما اغلب دچار یک نوع رئالیسم خام و نسنجیده و ساده لوحانه‌ای هستیم به دلیل اینکه انسانیم و اون هم عبارت از این که ما فکر کنیم واقعیت اون چیزی که من درک میکنم و واقعیت دیگه وجود نداره، واقعیت همینه، اونایی که دیگران میگن واقعیت نیست. اگر ما بپذیریم که وضعیت مغزی عصبی و تکاملی ما همیشه با ما همراه بوده، پس این انسان ها در گذشته هم این وضعیت رو داشتن، امروزه بیش از همیشه به دلایلی که گفتم توضیح میدم. اما قبل از اون من میخوام یه توضیح بدم در مورد گفتگو و بگم وقتی ما از گفتگو صحبت میکنیم و میگیم گفتگو سخت شده، دقیقاً داریم از چی صحبت میکنیم و چه جور گفتگویی مورد نظر ما؟ آیا همه گفتگوها سخت شده یا فقط بعضی از گفتگوها سخت شده؟ اگر خیلی خلاصه بخوام بگم، گفتگو در واقع عبارت از این که ما یه پیامی رو از من که فرستنده هستم به دیگری که گیرنده هست منتقل میکنم. وقتی از پیام حرف میزنیم مقصودم همه چیزهایی است که شامل پیام میشه، یعنی اطلاعات رو من ممکنه منتقل کنم، احساسات رو منتقل کنم، خواسته های خودم رو، نیازهای خودم رو، همه این چیزها رو من ممکنه توی اون پیام منتقل کنم. مثلا اگر بگم امروز خیلی دلم گرفته، من به مخاطبم در واقع دارم احساسم رو در اون لحظه منتقل میکنم، یعنی پیام من انتقال یک احساسه. یا اگر بگم هوام امروز مثلا 2 درجه زیر صفره امروز، این دارم انتقال اطلاعات میکنم. یه وقت ممکنه انتقال آگاهی ها بکنم، مثلا ازش بپرسم که آیا بچه دار شدن به طور کلی اخلاقی است یا نه. خب وقتی من این گفتگو با دیگری با در میگیره، در واقع دارم یک نوع آگاهی رو اینجا منتقل میکنم یا اون داره به من منتقل میکنه. بنابراین پیام میتونه شامل همه اینها باشه. از چه طریقی؟ از طریق انواع شیوه های بیانی که سخن گفتن یکیشه، نوشتن یکیشه، نواختن مثلا موسیقی یکیشه، کشیدن و حرکت کردن مثلا نقاشی و طراحی و گرافیک و رقص و همه اینها اشکال بیانی متفاوتی هستند که من از طریق اونها پیام خودم رو منتقل میکنم، یعنی اطلاعات خودم رو، آگاهی‌های خودم رو، احساسات خودم رو، خواسته های خودم رو، نیازهای خودم رو توی این پیام منتقل میکنم و اینا گفتگو رو شکل میده. طبیعیه که ما داریم وقتی از گفتگو صحبت میکنیم
مفروض اینه که انگار یه طرف دیگری هم وجود داره، یعنی فقط با خودم حرف نمیزنم، به اصطلاح دارم دیالوگ میکنم، مونولوگ ندارم، با خودم و برای خودم حرف نمیزنم. چون گاهی اوقات ما ممکنه مونولوگ درونی داشته باشیم، جلو آینه وایسیم یا موقعی که از خواب بلند شدیم یا میخوایم بخوابیم با خودمون یه حرفایی بزنیم، اونم یک نوع حرف زدنه، اما از قبیل گفتگو نیست که یه طرف باید داشته باشه. پس ما وقتی طرف داریم و این پیام رو بهش منتقل میکنیم، از طریق این شیوه‌های بیانی که گفتم وارد فضای گفتگو بشیم. حالا سوال این است که این گفتگو چرا سخت شده؟ من میخوام در اینجا به همین موضوع بپردازم و بگم که چرا گفتگو سخت شده و چه عامل‌هایی در این زمینه نقش داشتن. اما یه نکته‌ای رو پیش از اون خوبه که تأکید کنم و اون که چه نوع گفتگویی سخت شده. ببینید مثلا همین گفتگوهایی که من مثال زدم که برای انتقال چیزهای مختلف هست به دلایل مختلفی صورت میگیره. مثلا فرض بکنید من رفتم پیش یه مشاور، پیش تراپیستم رفتم، خب اونجا من یه خواسته ای دارم، یعنی میخوام یه چیزهایی رو بیان کنم و از اون مشاور میخوام که فکری برای این کار بکنه و بگه که من باید چی کار کنم با این مشکلاتی که رو در رو هستم. ممکنه به دوستم زنگ بزنم بگم مثلا رفتم فلان دیتو انجام دادم، اینطوری شد، خوب نشد، جالب نشد و دارم در واقع درد دل میکنم. من اینجا نه راهنمایی میخوام، نه میخوام که دکتر آزیتا ساییان مثلا چی گفته، دکتر هولاکویی چی گفته. من الان میخوام فقط درد دل کنم طرفی که صمیمیه با من حال من رو در بیابه و با گوش دادنش، با شنیدنش، با همدلی کردنش، با همراهی کردنش، بدون اینکه قضاوت کنه، حتی من احساس کنم یه جایی هست که من شنیده میشم، رنج من داره بیان میشه، رنج من یک شنوایی داره. در اینجا من فقط دنبال اونم. پس اینجا من دنبال همدلی هستم. یه جایی من ممکنه بخوام مذاکره کنم، مثلا با صاحبخونم که به من گفته باید مثلا سر ماه این ملک رو تخلیه کنی، خب من باید باش مذاکره کنم و ببینم که مثلا اجاره رو باید ببرم بالا، چیکار باید بکنم که به نتیجه برسیم، یا میخوایم در مورد این صحبت بکنیم یا مذاکره کنیم که غنی سازیمون رو به طور کلی برداریم. همه اینا مذاکره است. در اینجا ما قصدمون در واقع رسیدن به توافقه. گاهی اوقات من میخوام طرفمو متقاعد کنم، میخوام قانعش کنم و اگر خیلی هم روشو زیاد کنه میخوام بقانعونمش که دیگه سر جاش بشینه و به اصطلاح حرف من رو تا آخر بپذیره و حرف دیگه نزن. پس میبینید ما به دلایل مختلف، به شیوه های متفاوت، با مقاصد مختلف یا با هدف های مختلفی میخوایم گفتگو کنیم و تو هر کدوم اینا منظورهای متفاوتی داریم و سعی میکنیم همه این منظورها رو توی اون انتقال پیاممون بهش برسیم، گرچه ممکنه به همه اونها نرسیم. ادعای من اینه که ما تقریبا تو اغلب این انواع گفتگو امروزه دچار صعوبت و مشکل و سختی شدیم، در یکی بیشتر، در یکی کمتر، حتی در یه همدلی با دوست صمیمیمون. چون وقتی مثلا من دارم همدلی میکنم اون کلی رفته توی این اینستاگرام، از این روانشناسای امروزی چیزهای مختلف شنیده و حالا میخواد اینا رو حتما به من تزریق کنه که نه اینطوریه، نه اونطوریه، این کارو بکن، اون کارو بکن، این سمیه، اون اینطوریه، این اینطوریه. و خب اصلا همدلی که مقصود اون ماجرا بوده انگار فراموش میشه. یا داشتن ایده های اخلاقی متفاوت. من یه کاری کردم از نظر اخلاقی نادرسته و حالا که من نیاز به همدلی دارم، اون شروع کرده دائما داوری اخلاقی درباره کارهایی که من کردم، حرفایی که من زدم و الی آخر. اینجا هم من دیگه امکان ندارم که اون همدلی رو که اینجا طلب میکردم به دست بیارم و اون رو از دست میدم. اینجا هم میبینید گفتگو سخت شده، دیگه به اون مقصودش نمیرسه. من اینجا یه آدم صمیمی میخواستم که شنوای من باشه و حرفای من رو بشنوه، ولی داره اتفاق دیگه میفته. انگار من رفتم پیش یه مشاور، پیش یه تراپیست، یا نشستم جلوی یه برنامه تلویزیونی روانشناسی و دارم اونا رو گوش میدم، در حالی که من چیز دیگری رو طلب میکردم. تا برسیم به گفتگوهای سیاسی و همین تجربه‌ای که در آغاز با شما در میون گذاشتم که ممکنه سر یه بحث کوتاه با یه دوستی سر یه موضوع سیاسی حرفمون بالا گرفته باشه، به همدیگه اتهام زده باشیم، فردا همدیگه رو بلاک کرده باشیم یا از آنبلاک یکی دیگر رو در آورده باشیم و این روابطمون رو تغییر بدیم به خاطر یه موضوع سیاسی. تقریبا در همه زمینه‌ها
ما با این مسئله روبرو هستیم. اما من عمدتاً میخوام روی دو جنبش تاکید کنم. یکی جنبه فردی توی زندگی‌های روزمره، توی جامعه‌ای که میچرخیم، با افرادی که دوست هستیم، آشنا هستیم، ارتباط داریم، و همینطور در سطح سیاسی. چرا؟ چون اون چیزی که همه ما رو خواهی نخواهی، دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، احاطه کرده، بر فضای ذهنی ما غلبه کرده و روی زبان و گفتار و ورود ما در گفتگو اثر میذاره و باعث میشه اون هم از این بابت صدمه ببینه و بنابراین ما باید به اون هم توجه کنیم. خب حالا اگر اجازه بدید و این قسمت نکته خاصی نداشته باشه که من موجب گیج شدن دوستان نشده باشم بابت این توضیحات، برم به سراغ این که چه عامل‌هایی ممکنه تأثیر گذاشته باشه در این سخت شدن. من فکر می‌کنم اولین مسئله اینه که در جهانی که ما زندگی می‌کنیم صدا زیاد شده. خیلی صدا زیاده، همهمه و قلقله زیاده و مایی که قرار بوده 2 تا گوش داشته باشیم، یه دهن، الان دهن‌ها بر گوش‌ها غلبه کردن. یعنی دهن‌ها خیلی زیاد شدن، گوش کمه. یا به تعبیر دیگه کسی انگار به ما گوش نمیده. ممکنه بشنون ها، میشنون چون صدا زیاد شده، ولی گوش نمیدن. و این رو به دقت میخوام بگم، یعنی گوش دادن که یه امر فعاله در اینجا حضور نداره، چون شنیدن یه امر مکانیکی است که به دلیل اینکه خب یه امواجی میاد میخوره به پرده گوش من و این تبدیل میشه به صوت. ولی در این حال من باید ادراک شنیدن رو هم داشته باشم، یعنی اون رو تبدیل کنم به چیزی که ما بهش میگیم شنیدن. شنیدن کم شده گرچه گوش دادن زیاده. ببخشید، گوش دادن کم شده در حالی که شنیدن زیاده، چون صدا زیاد شده. برخی از عامل‌هایی که باعث شده صدا زیاد بشه عامل‌های تغییرات اجتماعی است. مثلا اینکه در خانواده‌ها توازن قدرت تا حدی به هم خورده، دست کم بین 2 گروه، یعنی بین گروه‌های سنی و گروه‌های جنسی. یعنی از لحاظ سنی اگر نگاه بکنید در گذشته بزرگ خانواده، کسی که مسن‌تر بود حرف میزد، بقیه بیشتر میشنیدن. اونه که بیشتر حرف میزنه، حرفش موثرتره، بقیه صداهاشون صداهایی از زیر صدای اون فرد بزرگتر خانواده، قوم، فامیل، هر واحدی از روابط اجتماعی که در نظر بگیریم. وقتی یه بزرگتر حرف میزنه بقیه باید ساکت باشن. ولی امروزه میبینید بچه‌ها اولا خیلی خوب حرف میزنن، یعنی بلد شدن حرف زدن، چون راه اجتماعی شدنشون تغییر کرده. فقط از طریق خانواده نیست، از طریق رسانه است، به ویژه سوشال میدیا که انقدر به اینا امکانات شنیدن داده که اونا حرف زدن رو خیلی زودتر و بهتر و با مهارت بیشتری یاد میگیرن و در خودشون یه خودباوری دارن برای گفتگو و در نتیجه حرف زیاد میزنن. و بقیه هم وقتی میبینن که اینا چه حرفای جالبی میزنن با این سنشون، کم کم این توازن گفتگوی سابق به هم میخوره. یعنی دیگه فقط بزرگتر خانواده نیست که لحاظ سنی حرف میزنه، بقیه هم حرف میزنن و بقیه هم مجبورن به اون گوش بدن. بنابراین تعداد صداها زیاد شده. قبلا اگر مثلا در خانواده یه نفر حرف میزد یا حرف اصلی رو میزد، الان چند نفرن که دارن حرف میزنن. فرزندان هم شروع کردن به حرف زدن، اونا هم دارن حرف میزنن. از لحاظ جنسی هم تغییر کرده. یعنی قبلا صدای زنان زیر صدای مردان بوده، ولی امروزه این توازن جنسی هم در خانواده به میزانی که به هم خورده، زنان هم صدایی به دست آوردن و اونا هم صداشون به صداها اضافه شده، در حالی که قبلا فقط صدای مردانه مرد بزرگتر، یعنی اون چیزی که از پدرسالاری حکایت میکنه، ارجح بود و برتر بود و تسلط داشت توی روابط خانوادگی از جمله در گفتگوها. ولی امروزه این فضا به هم خورده در درون خانواده ها، این خودش رو به بیرون از خانواده ها منتقل میکنه. بنابراین میبینید نسل‌های پایین‌تر و همینطور زنان صداهای بیشتری در جامعه به دست آوردن. عامل دیگه مسئله تغییرات عظیمی است که در جهان رسانه‌ای به وجود اومده. این تغییرات فوق‌العاده زیادن، منم زیاد در موردش صحبت کردم، اما اینجا میخوام فقط به یک جنبش اشاره بکنم. اونم تأثیری است که این تکنولوژی‌های مربوط به موبایل‌های نسل جدید برای ما ایجاد کردن. چون خیلی تحولات شده در عالم رسانه‌ای و ما با به اصطلاح
انقلاب ارتباطات روبرو هستیم از دهه 70 به بعد، 70 میلادی، و همطور انفجار اطلاعات که این دوتا به هم دیگه پیوند خوردن و یه جهان جدید اطلاعاتی ارتباطی برای ما ایجاد کردن. اما من به ویژه در اینجا میخوایم روی تکنولوژی موبایل های نسل جدید حرف بزنم که به ما امکان داد که در اینجا اپلیکیشن ها رو واریز کنیم که دو جور اپلیکیشن مهم برای کار ما هستن. یکی مسنجرها یا پیام رسانه ها هستن و دیگری این سوشال میدیا یا رسانه های اجتماعی. این چه کاری کرده در اینجا؟ این در مورد اون که میگفتم صداها زیاد شده، اینجا به ما امکان داده صداها خیلی خیلی دیگه بیشتر بشه. اگر ما قبلا تو خانواده مثلا 2 نفر صحبت میکردیم، حالا شدیم 8 نفر، اونجا 8 میلیارد آدم ممکنه دارن صحبت میکنن. اگر مثلا ببینید الان کاربران فیسبوک فکر کنم بالای 2 میلیارده، کاربران اینستاگرام به همین ترتیب، یعنی مجموعه اینا رو اگر رو هم دیگه جمع بکنیم احتمالاً بیش از نیمی از کره زمین مردمانش، یعنی بیش از 4 میلیارد نفر آدمایی هستن که صدا دارن. و ما قبلا مثلا اگر در دوران رسانه‌های پیش از تکنولوژی رسانه‌های ماهواره‌ای بودیم، 5 تا صدا ممکن بود در مملکتمون داشته باشیم، 3-4 تا مثلا رادیو تلویزیون و اینا رو داشتیم. بعد خب این ماهواره‌ها بیشتر کردن این صدا رو، شبکه‌های داخلی در همه جای جهان گسترش پیدا کرد، شبکه‌های کابلی آمد، ولی اونا باز اندازش محدود بود. یعنی مثلا 100 تا 200 تا 500 تا فرض کنید شبکه ماهواره و کابلی اینا داشتید، ولی الان میلیاردها صدا داریم. بنابراین جهان پر از صدا شده و این یه عاملیه که ما زیاد میشنویم، دائما این صدا داره به گوش ما میاد، ولی گوش دادن دیگه سخت شده چون صدا زیاد شده. وقتی صدا زیاد میشه ما خنثی میشیم در برابر این صداهای زیاد. درست مثل این که شما از یه غذای خیلی استفاده کنید، مزه اون دیگه مثل مزه روز اول نیست، احساسی که شما بهش دارید مثل احساس روز اول نیست. یعنی اندازه یا اون آستانه تحریک پذیری شما نسبت به اون فرستنده ضعیفتر میشه، دیگه کمتر تحت تأثیرش قرار میگیره. چون این یکی گفته، اون یکی میگه، 100 تا دیگه هم میگن، فردام 100 تا دیگه است، یه ماه دارید اینا رو میشنوید، خب آدم اشباع میشه. این اشباع شدن خیلی مسئله مهمیه. یکی از این محققان روانشناسی، البته حوزه استحفاظی شماست، من دارم وارد میشم، ولی یکی از اینایی که تحقیق کرده میگه که حدود مثلا مغز ما گنجایش فکر کنم 34 به اصطلاح گیگابایت جا داره برای به طور متوسط ما اطلاعات رو مصرف میکنیم. ولی خب نگاه کنید ما میزان اطلاعاتی که میگیریم انقدر زیاده که مغز پر میشه، اشباع میشه اصطلاحاً. و به دلیل همین اشباع شدن کم کم لخت و سست و کدر هم میشه. یعنی دیگه انقدرها این چیزا ما رو تکون نمیده. اگر سابق مثلا یه اطلاعیه در مورد یه اتفاق شکنجه یه آدم، کشته شدن یه آدم، یا عکس یه آدمی که تیر خورده، مجروح شده، ماشین بهش زده، ما رو دگرگون میکرد، امروز وقتی داریم اسکرول میکنیم همینطور اینا میان، یکی اینجا قتل، اون یکی تجاوز، اون یکی نمیدونم گلوله خورده، اونجا شکنجه شده، اینجا تو زندان این کارو کردن. و یه بار و 2 بار که نیست، از صبح که بلند میشیم این موبایل دست ماست. من روی موبایل به این دلیل تاکید کردم که این یک رسانه همراهه، یعنی فقط گوشی تلفن نیست که همراه ماست، شده به دلیل اون اپلیکیشن های مربوط به شبکه‌های اجتماعی که میاد روش سوار میشه، این تبدیل شده به یک رسانه همراه. و ما دائما زیر بمبارانی هستیم، آمدیم در یک جهان رسانه‌ای شده زندگی میکنیم، جهانی که دائما ما رسانه مصرف میکنیم. قبلا ما اینقدر رسانه مصرف نمیکردیم. ما تلویزیون تو خونه میدیدیم، کار می‌خواستیم بریم سر کارمون، تلویزیون رو خاموش می‌کردیم، می‌رفتیم سر کارمون و داشتیم سر کارمون رو می‌کردیم، دیگه رسانه‌ای رو مصرف نمی‌کردیم. حتی اگه تو رادیو مثلا ماشینمون یه چیزی رو گوش می‌کردیم تا برسیم سر کار یا سر کلاسمون یا هر کاری یا جایی که می‌خواستیم بریم تفریح کنیم، ولی تلویزیون با ما نمی‌آمد، رادیو با ما نمی‌آمد. الان این رسانه با ما هست. موقع سخنرانی پیش من نمیدونم ممکنه وسطش بردارم یه پیامی هم جواب بدم با بی‌تربیتی کامل، یا اینکه توی کلاس استاد داره درس میده، من نگاه میکنم، توی مترو، توی اتوبوس، توی تاکسی، توی مهمونی، همه جا.
و بنابراین این اشباع عملا باعث شده که امکانات گوش دادن کمتر بشه، در حالی که شنیدن زیاد شده. در واقع دهانها زیاد شدن اما گوش برای شنیدن کمه. بنابراین این اصلا امکان نمیده که من بفهمم دیگری چی داره میگه، تلاشی بکنم برای فهمیدنش، چون هنوز این یکی رو نفهمیدم، اون یکی رو سرم آوار میشه. از زیر این موج بیرون نیامدم، یه موج دیگه میاد رو سرم خراب میشه و در نتیجه مثلا نمیدونم چی شد تا بیام اونو حس کنم، دردشو، رنجشو، شادیشو، غمشو، لذتشو. یه چیز دیگه اومده اون لذت و شادی و غم قبلی رو مختل کرده. بنابراین من در جریان یک اختلال دائمی احساسات هستم که اصلا امکان پرورش پیدا نمیکنه. یعنی تا میان اوج بگیرن سرکوب میشن، یه احساس دیگه میاد روش، حالا همراه اون یا خلاف اون یا مشابه اون یا متفاوت از اون. بنابراین اصلا این احساسات امکان پرورش ندارن، جایی که قراره مثلا رو احساسات من تأثیر بذاره. همین اتفاق در مورد اطلاعات هم رخ میده، در مورد آگاهی هم رخ میده. ما با انواع و اقسام اطلاعات و آگاهی ها و دانش های متضاد و متخالف روبرو میشیم و بنابراین خود این هم یه عاملی است که باعث میشه این اتفاق بیفته. عامل دیگه که در اینجا مؤثر شده و راه گفتگو رو سخت کرده، به ویژه در ارتباطات روزمره با آدم‌های آشنا، عبارت هست از این که این رسانه ها میانجی هم شدند. نه فقط رسانه ها بلکه انواع دیگری از تکنولوژی. بیایید روزی که تلفن های منزل هنوز عمومی نشده بود، یعنی همه خونه ها نداشتن. خب ما اگه کسی رو می‌خواستیم ببینیم احتمالاً بلند می‌شدیم می‌رفتیم می‌دیدیمش دیگه. بعد که تلفن اومد کم کم شروع کردیم زنگ زدن که می‌خوایم بیایم ببینیمتون. بعد از یه مدتی تلفن زدن هم برامون سخت شده بود، یعنی اگر تلفن میزد جواب نمیداد، میرفتش رو پیامگیر مثلا ببینیم چی میگه تا بعد بیایم جوابشو بدیم. امروزه از اینم داره سخت‌تر میشه. یه دوره ما همین تلفن‌های همراه استفاده میکردیم برای تلفن کردن، ولی الان حاضر نیستیم این کارم بکنیم. بعضا پیام صوتی میفرستیم برای طرف و دیگه اگر اینم نخواهیم بفرستیم یه مسیج به صورت تکست برای طرف میفرستیم و امیدواریم یا سین نکنه یا جواب نده یا چیز نکنه که قال قضیه کنده بشه. بنابراین اصلا اینجا از طریق این میانجی شدن رسانه ما داره ارتباطات رو در رومون کاهش پیدا میکنه. چه اتفاقی میفته؟ ما وقتی ارتباطات رو در رو نداریم، بخشی از اون پیام رسانی که گفتم در گفتگو داره صورت میگیره مختل میشه. مثلا شما تکست میدید، لحن شما مثلا آرومه، خب یه مدت پیدات نیست، مثلا با یه خندم تش میذاری، بعد طرف جواب میده یعنی چی یه مدت پیدات نیست؟ طرف داره با لحن عصبانی میخونه. چرا؟ چون تکست لحن رو منتقل نمیکنه، بدن من رو منتقل نمیکنه. یعنی الان نمیدونه من دارم مثلا میگم چرا تکست ندادی یا میگم چرا تکست ندادی، چون بدن من رو هم منتقل نمیکنه، زبان حرکات من رو هم منتقل نمیکنه. در نتیجه اینجا هم مختل میشه و احساسات منو، سایر احساسات منو، الان من در چه وضعی هستم اینو برات نوشتم یا حتی گفتم برات، اون رو هم منتقل نمیکنه. بنابراین ما در روابط روزمره هم تا حدی دچار اختلال در گفتگو میشیم. احتمالا خود شما همه این مواردی رو که میگم تجربه کردید و دیدید که چه مشکلاتی به بار میاد، آدم ناچار چه توضیحاتی بده و ماجرا رو برگردونه به نقطه قبلی و بعضا این حس ناراحت کننده‌ای که از خلال این اتفاق رخ داده بعضا جبران هم نمیشه و این ناراحتی‌ها و دلخوری‌ها سر جای خودش میمونه و خب طبیعتاً دور بعدی گفتگو سخت‌تر میشه، شکاف و نقار ممکنه بیشتر بشه و طبیعتاً این فاصله ها مجال گفتگوهای بعدی رو هم تنگتر میکنه. مسئله دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم در این زمینه، غیر از این مسئله زیاد شدن صدا و اختلالی که میانجی تکنولوژی در رسوندن پیام ایجاد میکنه، اینه که ما در دوره از زندگی در جامعه ها داریم به سر میبریم که شکاف‌های اجتماعی رو به گسترش. تقریبا در همه جهان پیمایش‌های جهانی ارزش‌ها و نگرش‌ها نشون میده که مردم جهان از نظر اندیشه‌ها و گرایش‌ها و
نظرها دارن از همدیگه دور میشن. در جامعه های مختلف این موضوع سنجیده شده و نشون داده شده که مردم نسبت به گذشته از هم بیشتر دارن دور میشن. یعنی چی دارن بیشتر دور میشن؟ یعنی اشتراکاتشون کمتر شده، چیزهای مشترک بینشون کمتر شده، ارزشهای مشترک، باورهای مشترک، ایده های مشترک بینشون کمتر شده. وقتی این ایده ها و به اصطلاح خواسته ها و افکار و نگرش های مشترک بین اینا کمتر میشه، دیر یا زود زبان مشترک بین اینها هم کمتر میشه. و وقتی زبان مشترک کمتر میشه یعنی گفتگو سخت‌تر میشه. چون زبان ما حاکی از جهان زندگی ماست. یعنی این زبان از آسمون نمیاد، زندگی من رو حکایت میکنه، اطراف من و جایی که درش زیست میکنم، با آدمایی که معاشرت دارم، چیزهایی که میگیرم، چیزهایی که میشنوم، چیزهایی که مصرف میکنم، تجربیاتی که در روز دارم، اونا جهان من رو میسازه و زبان در جهان من خلق میشه. همونطور که زبان اجتماعی در جهان اجتماعی ما خلق میشه، زبان شخصی منم در جهان زندگی شخصی من خلق میشه. و اگر جهان زندگی من از جهان زندگی دیگران بیش از گذشته فاصله بگیره، زبان من هم داره از زبان جهان دیگران فاصله میگیره و بنابراین گفتگو سخت‌تر میشه. چیزی که از نظر من ممکنه کلمه بدی نباشه، از نظر اون خیلی ممکنه ناپسند باشه. چیزی که از نظر من توهین آمیز نیست، از نظر یک کسی ممکنه توهین آمیز باشه. چیزی که از نظر من اصلا مهم نیست، از نظر یک کسی ممکنه اصلا انقدر مهم باشه که اصلا نمیشه در موردش حرف زد. در نتیجه وقتی این جهانها جدا میشه یا اون شکاف‌های اجتماعی پدید میاد، ما عملاً وارد وضعیتی میشیم که بهش میگیم که زبان دچار اختلال شده، زبان دچار نقص و شکست شده. دیگه انگار پیام‌ها رو منتقل نمی‌کنه. دیگه اون چیزی رو که من می‌خواستم به طرفم برسونم نمیتونم برسونم، اون یه چیز دیگه از من میگیره. این تو روابط روزمره خیلی پیش میاد، توی گفتگوهای سیاسی هم زیاد پیش میاد. شما کافیه همین اتاقای کلاباس که من بهش معتاد هستم و یه بار سر بزنید، چون اونجا تنها جایی است که امکان گفتگوهای صوتی بین ایرانی‌ها رو در فضای مجازی امکان پذیر کرده. ببینید این دعوایی که پیش میاد ساختارش چجوریه، یعنی چه ساختاری داره، دقیقاً سر چی داره اختلاف میشه، چرا این اختلاف پدید اومد، از کجا درست شد، زبانی که اینا به کار میبردن چه اثری داشت در ایجاد اختلاف. اونجا مصداق‌های زیادی از این حرف من رو خواهید یافت که این شکافایی که پدید آمده چگونه جهانهای ما رو از هم جدا کرده. ببینید اگر ما درک و دریافت همون رو به طور کلی به این 3 تا درک و دریافتی که من میگم تقسیم کنیم، ما یه سری درک هایی داریم در مورد که جهان چی هست و چگونه هست و اینا رو بهش میگیم معرفت یا دانش به طور کلی. یه ایده های دیگه داریم در مورد این که چه کاری درست یا خوب است و چه کاری نادرست و بد است. اینا درک های اخلاقی ما هستن، معرفت اخلاقی ما هست. یه سری درک هم داریم در مورد این که چه چیزی زیباست و چه چیزی زشت. اینا درک های زیبایی شناختی ما هستن. ما این 3 نوع درک رو باهاش داریم. خب حالا ببینید اگر در درک های زیبایی شناختی ما و درک های اخلاقی ما اختلاف پیش بیاد، چه اتفاق مهمی در زندگی روزمره‌مون رخ میده. اگر مثلا یک کسی فرض کنید دزدی رو که من قبلا بد میدونستم اون خوب بدونه، اگر من این تابلویی رو که همه تقریبا گفتن چه تابلوی قشنگی، بگم چه تابلوی مزخرفی، چی در مورد لباس پوشیدن، در مورد مد، در مورد موسیقی که گوش میدم، در مورد همه چیزایی که به زیبایی برمیگرده. و الان میبینید که در مورد اینا چقدر اختلاف زیاده، چقدر شکاف بزرگی در مورد همه اینا وجود داره. انواع مدها، انواع سلیقه‌ها، زیبایی شناختی‌های متفاوت، از لباس تا موسیقی، از فیلم تا رمان، از همه اینا اختلاف نظر وجود داره. اختلاف نظرها بیشتر شده. یکی از نشانه‌های اینه که شما تولید کنندگان فوق‌العاده متنوعی دارید. مثلا در بازار موسیقی ایران شما نگاه کنید 200-300 تا خواننده همردیف میتونید پیدا بکنید. در گذشته ممکن بود مثلا 5 تا آدم آیکونیک اون بالا بودن، 20 تا 30 تا خواننده مثلا پایین‌تر در اون هم. در جهان غرب هم همینطوره، هیچ فرقی نداره.
یه موقع تام جونز یا الویس پریسلی ممکن بود برای 2 دهه بالا و در صدر فروش باشن، ولی الان اون صدر فروش میبینید دائما این 10 تا تاپ 10 هی عوض میشه، تغییر میکنه، آدما زیاد اون بالا نمیمونن و آدمای همردی فوق العاده زیادن. بعضی از این مجلات نقد فیلم هستن هر سال میان از منتقدان سراسر جهان میگن مثلا 10 فیلم برتر خودتون رو بگید در طول تاریخ سینما. من آخرین بارایی که نگاه کردم چندین سال پیش، البته مال یه قرن پیش، منظورم نیست 7-8 سال پیش که نگاه کردم، آخرین و جدیدترین فیلمی که داده بودن این منتقدین مال استنلی کوبریک بود، پرتغال کوکیش، فکر کنم مال مثلا 1965 موقع باشه. تمام فیلم‌ها مال قبل از 1965 بود. وقتی این آرا رو تجمیع کرده بودند، این معنیش یعنی که تجمع و عدم اختلاف اینا یا اشتراک اینا رو فیلمایی که قبلا دیده بودن. فیلمایی که الان میبینن انقدر اشتراک کمه در مورد خوب و بد بودنش که این آمار جمع نشده یه فیلم بالای 1965 بیاد تو این لیست. این در مورد تقریبا همه زمینه‌ها صادق. این نشون میده که اون شکافایی که من میگفتم فقط شکافای سیاسی نیست، یعنی ما در حوزه اخلاقی و زیبایی شناختی هم چنین چیزهایی رو داریم. در مورد موضوعات مختلف، از سقط جنین بگیرید تا نمیدونم موضوعات LGBT، تا مسئله هم تا مثلا روسپیگری، تا نمیدونم بس مواد مخدر، آزاد شدن علف، نمیدونم هر چیزی از این قبیل که بگیرید، انواع و اقسام طیف اختلافات رو شما میتونید ببینید. و خب اینا هم توی گفتم راه گفتگو رو سخت‌تر میکنه. و نکته دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم این است که ما وارد جهانی شدیم که پر از ناکامیه و اونطور که روانشناسان میگن ناکامی موجب خشم میشه و خشم از پرخاش سر در میاره، از خشونت هم سر در میاره، ولی اینجا موضوع من پرخاشه، یعنی اون نوع از بیرون ریزی خشم که از طریق زبان بیان میشه، شکل بیانی پیدا میکنه. حالا ممکنه یه حمله تهدید کننده مثلا با مشت باشه بدون اینکه طرف رو بزنم، یا فحاشی کنم، داد و هوار کنم، فحش بدم، یا هر چیزی از این قبیل. این پرخاشه دیگه. اینها این پرخاش ها ناشی از خشم ناشی از ناکامی و ناکامی در جهان رو به گسترش بوده در همه این سالها. حالا نه به دلیل اینکه لزوما منابع کمتر شدن، بلکه به دلیل اینکه انتظارات بیشتر شده. با وجودی که منابع هم گسترش پیدا کرده اما انتظارات فاصله بیشتری گرفته، بنابراین همه به اون چیزهایی که میخوان دست پیدا نمیکنن، ناکام میشن در رسیدن به هدفشون، در نتیجه خشم دارن. گاهی اوقات این خشم مشخص نیست، یعنی فرو خورده است، یا گاهی اوقات خشم جابجا شده است، میره سراغ یه جای دیگه، از یه چیز دیگه سر در میاره، یه چیز دیگه رو هدف میگیره، ولی تهش ممکنه ناشی از اون ناکامی باشه که حالا این خشم رو به یه صورت دیگه در جای دیگه داره جبران میکنه و در جای دیگه داره خودش رو نشون میده. و وقتی ما به این درجه میرسیم، یعنی با شدت میخوایم بیان کنیم، عملا همونجا راه گفتگو رو بستیم، چون کسی احتمالاً با پرخاش حاضر نیست گفتگو کنه، مگه که خودش هم شروع کنه پرخاش کردن. بنابراین اونجا گفتگویی برای اون چیزایی که ما فکر میکردیم، مثلا مذاکره کردن، توافق کردن، مصالحه کردن، همدردی کردن، شنیدن، اطلاع رسانی کردن، آگاه کردن، اتفاق نمیفته. در نتیجه گفتگو در اینجا سخت میشه. نکته دیگه که توی همه این سالها رو به رشد بوده و با این دوتا موضوعی که گفتم، یعنی این شکاف‌های اجتماعی و مسئله تولید خشم و ناکامی ارتباط داشته، مسئله غلیظ شدن ما در هویت هامون بوده. یعنی ما بیشتر و بیشتر تو هویت هامون غلیظ شدیم، هویت ها بیشتر از هم فاصله گرفتن، هویت ها برای ما مهم شدن. اینکه ما کی هستیم، من کی هستم، من از اونا نیستم، اونا از ما نیستن، اونا یه جور دیگه هستن، ما با اونا کاری نداریم، بین ما و اونا یک دریای خونه یا فاصله است، یا ما با اونا آبمون توی جوب نمیره. انواع اقسام تعبیراتی که نشون دهنده اینه که بین ما و اونها یه فرقه، یه فاصله است و ما از اونا نیستیم. ما و اونا کردن که تو جامعه ها زیاد شده، انواع اقسامش رو در حوزه‌های مختلف شما میتونید ببینید.
ایجاد دو قطبی‌های سیاسی عاطفی میکنه. یعنی فقط ما از دیگران به دلیل اینکه یک گروه دیگر هستن جدا نیستیم، بلکه از اونا ناراحت هم هستیم. یعنی عواطف هم در این هویت یابی ما نقشی پیدا کردن. ما فقط این نیست که از اونا نیستیم، ما نمیخوایم از اونا باشیم و حتی متنفریم گاهی اوقات از اونا هم احتمالا از ما متنفرن. و وقتی این دو قطبی شدید عاطفی پدید میاد، احتماله اینکه این آدما بتونن با هم دیگه گفتگو بکنن، همدیگه رو بشنون و مهمتر از اون به هم دیگه گوش بدن، تقریبا منتفی میشه. چون وقتی که اونا از شما نیستن، شما نمیخواید اونا رو از خودتون بکنید. بنابراین شما اینجا به سراغ اون شنیدن فعال یا گوش دادن نمیرید. شما دارید میشنوید تا پاسخ بدید، دارید میشنوید تا حمله کنید، دارید میشنوید تا کنف کنید، دارید میشنوید تا حالش رو جا بیارید. بنابراین اینجا ما گوش نمیدیم، یعنی نمیخوایم بفهمیم اون چی میگه، باش همدلی کنیم، همدردی کنیم، خودمون رو جای اون بذاریم، ببینیم چرا به اینجا رسیده، چرا اینطوری فکر میکنه، دلایلش چیه. اینا دیگه برای ما مهم نیست. هر چی که هستی میگی ما میدونیم از قبل، تکلیفت معلومه، تو باطلی و من حاضر نیستم وارد به گفتگو با این باطل بشم. من فقط میخوام این باطل رو بهش جواب بدم و از میدون بدرش کنم، جا رو برای خودم باز کنم. توی چنین وضعیت‌های دو قطبی سیاسی عاطفی گفتگو سخت‌تر میشه و اینم یکی از چیزهایی است که جامعه‌های امروزی به اصطلاح زیاد باش روبرو هستند و زیاد تجربهش میکنن. یه عامل دیگه و شاید آخرین عاملی که من بخوام بهش اشاره کنم که فرصت به دوستان برسه برای گفتگوی بیشتر، اینه که ما با بحران حقیقت هم روبرو شدیم. اگر به خاطر داشته باشید، من 3 گروه کردم اون ادراکاتی رو که ما داریم. ادراکاتی درباره جهان که چی هست و چگونه است، ادراکات اخلاقی ما و ادراکات زیبایی شناختی. در مورد ادراکات زیبایی شناختی و ادراکات مربوط به ادراکات اخلاقی حرف زدم. بحران حقیقت مربوط به اون دسته اوله، یعنی اینکه ما چه درکی از جهان داریم، چه چیزهایی در جهان هست، چه چیزهایی نیست، چگونه هست و چگونه نیست. ببینید ما پیشتر در جهان امروز دست کم یه توافق نسبتاً عامی در مورد اینکه چه چیزهایی راست است و چه چیزهایی دروغ، چه چیزهایی هست و چه چیزهایی نیست، چیزها چگونه هستند و چگونه نیستند تقریباً داشتیم. مثلا میدونستیم ویروسی وجود داره، ویروس ها اینطوری عمل میکنن. چرا؟ برای اینکه دانش مسلط مدرن رو به عنوان داور نهایی پذیرفته بودیم. مثلا پذیرفته بودیم که علم امروز میتونه حرف آخر رو بزنه و به ما حقیقت رو به اصطلاح بگه چه چیزی درست است، چه چیزی غلط. تقریبا یه داور نسبتاً قابل قبولی شده بود برای ما. اما همین داور قابل قبول نسبتاً عمومی میبینید در تمام این سالها شروع شده به چالش کشیده شدن. حالا من از طب‌های جایگزین حرف نمیزنم که اینا اومدن از طب سوزنی تا هومیوپاتی و چیزهای دیگه و دانش پزشکی مدرن رو به چالش گرفتن. اونو سر جای خود. بحثم در مورد اینه که حتی همین علم در مورد چیزهایی که ما قبلا درش توافق داشتیم هم توافقهای ما رو به هم زده. نمونه واضحش رو شما اگر نگاه بکنید، سر ماجرای کرونا و همهگیری کووید مشخص شد که یه عده اساساً این نظر دانشمندان رو که کوویدی وجود داره رو به چالش گرفتن و عده زیادی باور کردن که این اصلا خودش یه توطئه، چه کوویدی در کار نیست. و بعدتر از اون حتی در مورد واکسن، و این فقط مثلا در یک کشور عقب مونده رخ نداد، در کشورهای مدرن امروزی که یه دوره علم مدرن تسلطی داشت، تفوقی داشت، معیاری بود برای پذیرش ما در مورد حقیقت چیست، که اگه علم میگفت ویروس اومده، ما میگفتیم خب اومده دیگه. اگه میگفت واکسن بزنید موثره، اغلب میگفتیم اومده موثره و میزنیم. ولی مقاومتی که پدید آورد و به چالش گرفتش، معلوم شد که ما در مورد این حقیقت‌هایی که قبلا برامون تا حد زیادی مسلم بوده هم دیگه توافقمون از بین رفته. اگر رشته مشترک همه این چیزایی که من گفتم رو بهش دقت کنید، میبینید چیزی که در همه اینا مورد چالش قرار گرفته اینه که اشتراک‌های بین ما
به مرور کمتر و کمتر شده، چه در مورد چیست و چی نیست، چه در مورد اینکه چه چیزی خوب است و چه چیزی بد، چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست و چه چیزی زیباست و چه چیزی زشت. ما هم با همین سه تا کار میکنیم دیگه، یعنی با زیبایی و زشتی، با خوبی و بدی و با حقیقت و دروغ، به اصطلاح درست و نادرست. اینا همه ادراکات ما رو تشکیل میده. اگه ما سر این همه دوچار اختلاف شدیم، پس در مورد اینکه اصلا داریم کجا زندگی میکنیم و آیا در یه جهان داریم به سر میبریم یا نداریم حرف میزنیم. حالا توی این وضعیتی که ما دوچار بحران حقیقت شدیم، حقیقت هم به خطر افتاده دیگه، حقیقت هم بین ما مشترک نیست، این تکنولوژی جدید ارتباطی به ویژه از طریق موبایل های نسل جدید یه کار دیگه هم با ما کرده. وقتی اشتراکات ما کم میشه، یعنی به یه معنی دیگه داره اختلافات ما زیاد میشه. این اختلافات به دلیل اون شکاف‌های اجتماعی که گفتم، به دلیل اون هویتیابی اجتماعی که گفتم، به دلیل اون قطبی شدن سیاسی عاطفی که گفتم، ضمناً شبکه‌ای هم میشه. یعنی من یه شبکه‌ای از آدمایی رو باشون همراه هستم و ارتباط دارم که بیشتر با من همراهن. ذوقشون، سلیقه‌شون، اخلاقیاتشون، چیزایی که میپسندن، چیزایی که نمیپسندن، چیزایی که درست میدونن، چیزایی که نادرست میدونن، بیشتر با من همراه و سازگاره. و اونایی که نیستن کم کم از شبکه من بیرون میرن. حالا این شبکه من ممکنه یه جمع 5 نفره باشه، منظورم یه شبکه عظیم نیست، یا ممکنه یه جمع خیلی مفصل باشه، یه جمع مجازی باشه، یه جمع کوچیک. حتی اونایی که من دنبال میکنم و اونایی که فالو نمیکنم، در مثلا فرض کنید یکی از این رسانه‌های اجتماعی، همه اینا رو اسمش رو میذاریم شبکه. اتفاقی که بر اساس این موبایل‌های نسل جدید افتاده اینه که ما روی اینها دو چیز رو بیشتر از هر چیزی استفاده میکنیم: اپلیکیشن‌های معمولی و اپلیکیشن‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی. توی اپلیکیشن‌های دیگه و توی فضای کل سایبر، چیزی که اتفاق میفته اینه که یک الگوریتمی وجود داره به دلیل برنامه تجاری که کمپانی‌ها دارن و اون عبارت است از این که چه فضای روی فرض کنید کامپیوتری که شما کار میکنید، چه روی موبایل، چه روی تبلت، رو هر وسیله‌ای که به فضای سایبر مربوط میشه، اینه که شما اگر یه چیزی بیشتر خوشتون بیاد، اون چیزها رو بیشتر باهاش روبرو خواهید شد. چرا؟ برای که من اگه مثلا از دستمال کاغذی فلان مارک خوشم بیاد، اون بتونه بیشتر به من تبلیغاتی بده که مربوط است به دستمال کاغذی و بنابراین اون شرکتی که از این بابت سود میبره به اون پلتفرم در واقع سودی میرسونه از این طریق. پس این پلتفرم ها الگوریتمشون اینطوری درست شده. خب این در مورد کالای تجاری بوده، اما این الگوریتم در مورد کالای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی هم همینطوری عمل میکنه. اگر من رو دستمال کاغذی کلیک کردم و آگهی دستمال کاغذی اومد و حتی وقتی دارم با دوستم در مورد دستمال کاغذی حرف میزنم، این تلفن میشنوه و فردا همون لحظه برای من تو آمازون کلی از این آگهی چیز میاره، دستمال کاغذی میاره. در مورد مسائل سیاسی اجتماعی هم همینطوره. کافیه من یه چیزی رو مثلا چپ از مثلا جریانات چپ کلیک کنم و یه ذره روش ور برم، پس میزانی که علاقه نشون میدم، یعنی زمانی که صرف اون مثلا استوری یا پست یا هر چیزی میکنم، از فردا میبینید بیشتر اونو میاد. حالا دیگه ربطی نداره به حیات وحش باشه یا عقیده سیاسی، موضوعش مهم نیست، چون اون الگوریتم به محتوا کار نداره، جنس اون چیزی رو که شما دنبال میکنید و بیشتر براتون میاره. خب این چه اتفاقی میفته اگر من بهش خود آگاه نباشم؟ همونطور که من ممکنه که کم کم به اون چیزی که تبلیغات میکنه در مورد این وسیله مادی بیشتر علاقه‌مند بشم و بیشتر اون رو خرید بکنم یا به دنبالش برم، در مورد عقاید سیاسی اجتماعی هم همینطوره. یعنی مثلا من عقیده آ رو بیشتر دنبال کردم، از این بعد بیشتر و بیشتر عقیده آ رو دنبال خواهم کرد، چون بیشتر در معرضش قرار میگیرم و چون بیشتر در معرضش قرار میگیرم کم کم جهان من رو عقیده آ درست میکنه و چون جهان من رو داره درست میکنه، جهان همه رو که اینطوری درست نمیکنه، چون بغل دستی من با وجودی که اینقدر با هم فاصله داریم داشته رو جهان ب کلیک میکرده و کم کم ما هی از هم فاصله میگیریم. حتی وقتی بغل هم نشستیم کیلومترها با هم فاصله میگیریم،
چون داره تو جهان به زندگی میکنه، من تو جهان آ دارم زندگی. من دارم قلوب میکنم برای اینکه این خصلت شبکه‌ای کننده رسانه‌های اجتماعی امروز رو توضیح بدم. اینا ما رو شبکه‌ای میکنه و تعداد نودهایی که اینا رو به هم منتقل میکنه و مشترک است به اینا فوق‌العاده کم میشه. در نتیجه من تو جهان خودم زندگی میکنم، اون تو جهان خودش. این مارشال مکلوهان که همشهری شما هست در کانادا، از به اصطلاح اعاظم مکتب ارتباطات هست در جهان، در دهه 60 یه ایده آورد به نام دهکده جهانی و گفتش که این انقلاب ارتباطاتی که در پیش هست ما رو با دهکده جهانی روبرو میکنه، جهان رو مثل یک دهکده همه اجزایش رو به هم دیگه مرتبط میکنه و ما گویی که در یک دهکده به سر میبریم. ولی تکنولوژی جدید ما رو به جای دهکده جهانی به جهان دهکده‌ای بردن. یعنی اون شبکه‌هایی که ما توش زندگی میکنیم این دهاتی است که ما توش زندگی میکنیم، از دهات بغلی بیخبریم و در نتیجه خود این کم کم در روی اون بستری از اون شکاف‌هایی که من گفتم گفتگوی بین ما رو سخت‌تر کرده، چون جهان‌های ما خیلی داره از هم فاصله میگیره و همونطور گفتم زبان ما از جهان زندگی اون میاد و بخشی از جهان زندگی ما امروزه جهان رسانه‌ای شده زندگی ماست. ما در جهان رسانه‌ای شده زندگی میکنیم، بنابراین جهان من رو جهان رسانه‌ای داره شکل میده تا حد زیادی. یعنی شناختام و ادراکاتم و احساساتم و حواسم و هوشم و کلاً در اختیار خودش گرفته به دلیل مصرف زیادی که من از موبایل دارم. و چون در چنین جهانی زندگی میکنم، در چنین جهانی هم زبانم همون جهان رو خلق میکنم یا به جهان اون زبان آغشته و آمیخته میشم و در نتیجه اون زبان میشه زبان من و اون یکی که تو دهکده دیگه تو شبکه دیگه داره زندگی میکنه در جهان دیگری و با زبان دیگری. بنابراین زبانهای ما از هم دور میشه و ما زبان میخواستیم برای انتقال اون پیامه و وقتی این زبانها اینقدر از هم جدا میشن ما کم کم دیگه هم دیگه رو نمیفهمیم با وجود اینکه صداها زیاد هست. خیلی متشکرم.